یه روز سرد بهمن ماه توی شمال زیبا با این آش کلم تبریز. با این آش کلم وقت نکردم که طرز تهیه‌اش نشونتون بدم چون خیلی ساده است. این کلم داره، نخود داره، هویج، سبزی. حالا کلم‌ها رو ما یه ذره درشت ریختیم ولی هر جور دوست داشته باشین. بلغور، برنج نیمدانه، سیرداغ، پیازداغ و نعناداغ حسابی و کشک. امروز ما اینا درست کردیم. هوا خیلی زیباست همینجور که میبینین، خوش آب و رنگ، آفتاب ولی سرد، خیلی سرد. البته خالی از لطف نیست خدمتتون بگم که من حیاطو شستم، واسه اون خیس شدم. شاید من سردمه بیشتر بخاطر اون، ولی نه، واقعا روز سردیه. الانم شروع میکنه وزیدن باد. به به به. جاتون خیلی خالیه. اینو درست کنین حتما چون خیلی خوشمزه است. من سعی کردم اسفناج زیادم توش بریزم که کاسه نوستالژیکم. من آش توی بشقاب دوست ندارم چون زود سرد میشه. آش توی حتما توی کاسه دوست دارم. و اینجام که دیگه کاسه روحی مامان بود و نشون میداد که خیلی خوشگله، خیلی توش میچسبه. البته کشکشو دوست داشتم بیشتر بریزم ولی خب متاسفانه همینقدر کش بیشتر نداشتیم. جاتون خیلی خالیه. حالا از مراحل پختش هم بخوایم براتون میذارم، ولی خب این همین جوری خوشمزه و عالی بود و ساده است، خیلی ساده. یه مقدار باید تندش کنیم. بهتون پیشنهاد میدم کسی که کلم دوست نداره و هویج دوست نداره مطمئن باشین با هویج و کلم اینجا آشتی خواهد کرد، چون که بسیار لذیذ میشه. یه حالت کشک و هویج و سبزیجات و اون نعناداغ سیرداغ خیلی خوشمزهش میکنه. مطمئن باشین چون خودم بچه های بدغذایی داشتم و واقعا عاشق این البته کسی که عاشق آش رو دوست داشته باشه، ولی کسی که آش دوست نداشته باشه نه، اینم دوست نداره. ولی بچه های من آش دوستن و اینو خیلی دوست دارن، خودم و مادرمم. جای شما خالی. اینم حیاتی که من امروز شستم حسابی چون پرنده‌هامون همه بیرون بودن از جاشون و تا دلتون بخواد سوء استفاده کرده بودن از موقعیت و حسابی اینجا رو کثیف. البته هنوز هم چند تا مرغ و خروس دارن میکردن ولی اردک‌ها و گوسفندا حسابی اینجا رو کثیف کرده بودن. خودم وزیدن گرفت که من سردترم بشه و آش بیشتر بچسبه. و این دوتا بچه گربه شیطون ما، دوتا داداش، ببین چه بازی میکنن با هم دیگه با چند تا دونه چوب. خدای من. البته کندی به حسابشون خواهد رسید. الان از فرصت استفاده میکنن. نذاشتم کندی بره از ایوون پایین به خاطر همون. نگاه کن، نگاه کن شیطونا رو، نگاه کن چه بازی میکنن کوچولوهای عزیزم.
اینم یوکاهای مادر بزرگ که خیلی خوشگله. بریم یه دمنوش خوشمزه بخوریم. به به، دیروز این آتیش رو درست کرده بودیم، چه صفایی داشت. جاش امروز خیلی خالیه، خیلی. حالا بریم با چایی و فرنی ادامه پذیرایی. فرنی هم توش شیره انگور زدم و دارچین.